این کلیدی که اینجا شما مشاهده میکنید همون سیستم ESP آفیه که تو کیا هیوندای ما داریم که اینجا به نام PSM آف هستش که زمانی که راننده اینا غیر فعالش میکنه سیستم پایداری خود رو بلافاصله غیر فعال میشه که مخفف PSM به معنی پورش استابیلیتی منیجمنت که فعال کردن و غیر فعال سازی سیستم پایداری خودرو و سیستم ترمز خودرو. کلید هم که مشاهده میکنید مربوط به سیستم ساسپنشن تعلیق هستش که با فشار دادن این کلید میتونید حالت خودرو حالت اسپورت انتخاب بکنید. این کلید دیگه هم که مثل صندوق پرون هست اینجا برای بالهای عقبی هستش که روی صندوق نصب میشه که زمانی که شما اینا نگه میدارین بالها باز میشه و خودرو تو سرعت‌های بالا حالت اسپورت انتخاب میشه.